هک کردن حسابای مردم اینجا بهت بیشتر ساخته. میخواید من برگردونید ایران؟ قلبت از سنگ اخلاق. سریال بلیت یک طرفه این سریال به شدت جذاب برای چندمین بار ثابت کرد که ایران لایق حضور در سطوح بین‌المللی فیلم و سریال هست. با همدیگه قسمت اول این سریال رو بررسی میکنیم. با سلوی سودا مثل همیشه همراه باشید. بله، خوبان همه جمع شدن و یه سریالی ساختن به اسم بلیت یک طرفه و چیزی که این سریال رو تو معرض توجه ها قرار داده اینه که سریال محصول مشترک دو کشور ایران و ترکیه است. حتما که از چند وقت پیش تیزرها و فراگمان های این سریال رو دیدین. حالا هم انتظارها به سر اومده و قسمت اولش از نماوا به صورت رایگان پخش شده. انتخاب بازیگران طوریه که نمیشد دلت نخواد سریال رو ببینی، چرا که جمعی از ستاره های ایرانی و ترکی رو گرد هم آورده. کادر بازیگران ایرانی شامل ستارگان مطرحی چون حامد کمیلی به عنوان نقش اصلی، علی شادمان، بهزاد خلج، مهرداد صدیقیان و البته کارگردانی پوریا حیدری. سمت ترکیه هم به همین اندازه وزنه ها سنگینن، یعنی حضور دو ستاره مطرح ترکی ارکان پتککایا و ایلهان شن. تا انتها همراه باشیم، مطالب جالبی رو قرار بهتون بگم. تمام سایت های شرطبندی ایران بر منه. بازم زود برمیگردم. بیاید با همدیگه یه نگاه مختصری داشته باشیم به قسمت اول یا پریمیر سریال. سریال داستان مردی رو روایت میکنه که اوایل میانسالیش هست و به عنوان یه پلیس بازنشسته برای گذران زندگی داره کارهای فنی انجام میده. حامد کمیلی در نقش شهاب، یعنی همین پلیس بازنشسته، تو سکانس های اول در حال تعمیر تابلو برقه که برادرش یعنی علی شادمان که اسمش شاهینه باهاش تماس میگیره و از صحبتاشون معلومه که شاهین ساکن ترکیه است و داداش کوچیکه شهابه که خیلی هم دوستش داره و هواش رو داره. البته سکانس اول سریال تو کشور ترکیه است که صحنه عملیات مسلحانه رو نشون میده که ارکان پتککایا و ایلهان شن در نقش‌های لونت و سردار کاراکتر اصلی پلیس ترکیه هستن. تو این عملیات یکی از پلیس‌ها کشته میشه که پسر لونت هست. این ماجرا بدون توضیح همینجا نگه داشته میشه چون در ادامه سریال باهاش کار داریم. اینجا هیچ دوربین مداربسته‌ای نداره. شهاب مادر پیری داره که مبتلا به آلزایمره و یه پرستار دلسوز ازش مراقبت میکنه. در طول سریال تاکیداً نشون میده که شهاب انسان درست و نیکوکاریه. مثلا حقوق پرستار رو پیشاپیش پرداخت میکنه یا به شدت وابسته مادرشه و ازش مراقبت میکنه. یه روز شاهین طبق روال هر روز با داداش شهاب تماس میگیره و میگه باید هر چه زودتر چند هزار دلار جور کنم که سریعا برم آمریکا پیش دختری که دوستش دارم. شهاب هم میگه من همه جوره حمایتت میکنم ولی حواست باشه واسه جور کردن پول سراغ کار خلاف نری. روز بعدش اما شهاب یه ویدیو از شاهین دریافت میکنه و در کمال ناباوری میبینه شاهین در حالی که حسابی ترسیده از خودش فیلم گرفته و میگه داداش کمکم کن، پلیس منو به جرم حمل مواد مخدر گرفته ولی من بیگناهم. شهاب به شدت میترسه و نگران برادر کوچیکترش میشه و تا به خودش بیاد که پیگیری بکنه ببینه قضیه از چه قراره برمیگرده خونه و خبر جوون مرگ شدن برادرش رو بهش میدن. بعدش جسد شاهین رو که از ترکیه به ایران انتقال دادن رو نشونش میدن و شهاب میگه خودم میخوام غسلش بدم و الحق که این صحنه ها واقعا زیبا و تاثیرگذار طراحی شدن و نقش آفرینی زیبای حامد کمیلی درد مرگ و داغ برادر رو به خوبی به تصویر میکشه. شهاب حین غسل دادن برادرش متوجه جای ضرب و شتم رو بدنش میشه. خلاصه مراسم کفن و دفن هم انجام میشه و تو این پروسه همکاران قدیمی شهاب از دایره اطلاعات که دوست صمیمیش هستن اونو همراهی میکنن. شهاب و دوستانش به وزارت خارجه احضار میشن چون موضوع مرگ شاهین گویا امنیتی هست. تو وزارت خارجه شهاب با گریه و استیصال میگه چیزی که تو این گزارش نوشتن دروغ محضه. برادر من معتاد نبود، اون حتی از سرنگ و آمپول هم میترسید.
این گزارش ها چرا کامل نیست و چرا وسایل شخصی شاهین رو بهمون ندادن؟ طرف دیگه که مسئولان وزارت کشور هستن شهاب رو بازخواست میکنن که با سابقه خوب پلیسی تو و پدر شهیدت برادرش جرم بزرگی مرتکب شده و شهاب همچنان اصرار داره که اینها همش پاپوش هست. دوست و همکار شهاب یعنی شکیب با نقش آفرینی زیبای بهزاد خلج با حرفاش حمایتش رو از شهاب نشون میده. من الان 35 دقیقه از پایین خط تلفن لعنتی منتظر بودم تا یه نفر جواب درست به من بده. شهاب و دوستانش که دیگه کامل مطمئن شدن ماجرای مرگ شاهین مشکوکه و موضوع فراتر از این هست، شهاب به پیشنهاد شکیب خودش دست به کار میشه تا واسه تحقیقات و سر در آوردن از موضوع به استانبول بره. یه مسئله جالب این که شکیب به شهاب میگه برات پاسپورت جعلی به نام علی حیدری تهیه کردیم و با هویت جعلی باید بری ترکیه. وقتی رسیدی استانبول تو فلان هتل و فلان اتاق گاو صندوق مخصوصی هست که کلیدش رو اونجا بهت میدن. در واقع شکیب همه کارهای شهاب رو ردیف میکنه. شهاب با درد جانکاهه از دست دادن داداش کوچیکش که روش رو نهار سنگینی میکنه راهی ترکیه میشه. به استانبول میرسه و تو یکی از هتل‌های خیابون تاکسیم که از پیش واسش تعیین شده میره. شهاب تو اتاقش گاو صندوق رو باز میکنه و 2 اسلحه از قبل واسش اونجا گذاشته شده. شکیب با شهاب تماس میگیره و میگه مشخصات 2 پلیسی که تو ویدیوهای ارسالی شاهین مشخص بودن رو واسط در آوردن. فردا برو به اون کلانتری که اون 2 پلیس اونجا هستن و سر گوش یاب بده. شهاب به کلانتری مورد نظر میرسه و در کمال تعجب و ناباوری میبینه که همون 2 پلیس شهید شدن و بنر شهادتشون رو تو ورودی کلانتری نصب کردن. شهاب میره داخل کلانتری تا بلکه چیز بیشتری دستگیرش بشه. به بخش شکایات مراجعه میکنه و داستان دروغین در مورد گم کردن کیف پولش ثبت میکنه تا فرصت کافی داشته باشه با شم پلیسیش چیزهایی رو حس بکنه. در همین حین صدای داد و فریاد زیادی تو سالن کلانتری میپیچه و یکی از افسران عالی رتبه کلانتری که همون لوند هست در حال مشاجره با مافوقشه. لوند با استیصال و ناراحتی خیلی زیاد به مافوقش میگه پس این پرونده کی حل میشه؟ تا کی میخوایم دور خودمون بچرخیم؟ این بیشرف‌ها سال پیش تو عملیات پسر منو کشتن. حالا همون گروه اشرار 2 از بچه‌های کلانتری رو شهید کردن. شهاب هم با کنجکاوی شاهد این جر و بحثه. تو سکانس بعدی همون افسر پلیس یعنی لوند به بیمارستان روانی میره که همسرش رو ملاقات بکنه. همسرش بعد از شهید شدن پسرشون تعادل روانیش رو از دست داده و اونجا تحت نظره. خود لوند هم که تشنه انتقام خون پسرشه کنار زنش در نهایت شرمندگی نشسته و حتی وقتی همسرش بهش حمله میکنه و میگه کاش جای پسرمون تو مرده بودی چیزی نداره که بگه. شهاب به هتل برمیگرده و تو اخبار ماجرای دستگیری برادر شاهین توسط پلیس ترکیه رو میبینه. یعنی دقیقاً همون لحظه‌ای که شاهین با استیصال از خودش فیلم گرفته بود. خبرگزاری ترکیه اعلام میکنه بعد از دستگیری شاهین همدستان اون به کمکش میان و به اون 2 پلیس شلیک میکنن و معلومه که پلیس ترکیه شاهین رو هم جزو باند خلافکاران حساب کرده. خب قسمت اول همینجا به پایان میرسه. به نظر من سریال از درونمایه خوبی برخورداره و یکی از نکات مثبتش اینه که توی حرکت سورپرایزی برخلاف تصور بیننده یکی از نقشای اصلی یعنی علی شادمان رو تو همون اپیزود اول با کشته شدن کاراکتر حذفش کردن و این باعث کنجکاوی بیشتر مخاطب میشه. سیر داستانی و هیجانی سریال قابل قبول هست، خصوصا اینکه موسیقی متن سریال اون حس پلیسی و اکشن رو همزمان با غم داستان اصلی منتقل میکنه. بازی بازیگران هم انصافاً تا به اینجا خوب بوده و البته که برای اظهار نظر زوده و باید منتظر قسمت‌های بعدی باشیم. یکی دیگه از نکات مثبت سریال که باید بابتش از کارگردان تشکر کرد نشون دادن شات‌های کوتاهی از زیبایی‌ها و مکان‌های معروف تهران مثل برج میلاد، میدان آزادی و پل طبیعت هست که خب برای شناسوندن ایران زیبا برای دیگر کشورها راه درست و خوبیه.
فقط یکی از مواردی که بهش انتقاد شده حالتیه که بازیگر ایرانی به فارسی و بازیگر ترکیه به ترکی حرف میزنن و با دو زبان متفاوت با هم ارتباط میگیرن که خب این قضیه باعث تعجب مخاطب شده. گرچه به نظر من و خیلی های دیگه کارگردان احتمالاً قصد نوآوری تو این قضیه رو داشته و حتی به نحوی باعث میشه با دوبله حس اصلی گوینده از بین نره. گرچه شما عزیزان تو پلتفرم نواوا میتونین هم از زیرنویس و هم گزینه دوبله برای بخش زبان ترکیش استفاده بکنین. بریم سراغ مراسم با شکوه اکران خصوصی این سریال. همین چند روز پیش طی اکران خصوصی قسمت اول سریال بلیت یک طرفه تمامی عوامل سریال تو هتل اسپیناس پالاس تهران گرد هم اومدن. بازیگران ترکی و عراقی هم توی این مراسم حضور داشتن و چقدر هم استقبال گرمی ازشون صورت گرفت. ولی از اون مهمتر و جالبتر این که وقتی به ویدیوهای این مراسم دقت میکنیم ذوق و شگفتی بازیگران ترکیه رو هم مشاهده میکنیم. ترک ها هم از استقبال گرم مردم ایران و خبرنگارها و عکاسان و هم از نحوه برگزاری مراسم که انصافاً تو سطح خوبی بود شگفت زده شده بودن، چون همونطور که میدونی این پروژه بین المللی تو ایران کمتر اتفاق میفته. از این رو بازیگران خارجی یا حتی همین ترکیه که خیلی ازمون دور نیست اطلاعات دقیقی از رویدادهای سینمایی این چنینی در ایران ندارن. ارکان پتکایا که تو ایران به علی کاپیتان معروفه و ایلهان شن بازیگر دورگه بلغاری ترک و همچنین خانم زهرا سامی بازیگر عراقی این سریال با گشاده رویی و صمیمیت و تواضع خوبی بین طرفداران ایرانیشون حضور پیدا کردن و با اشتیاق با فنها عکس میگرفتن و با عکاسان مراسم همکاری میکردن. این مراسم یه وجه جالب و قشنگ هم داشت و اونم صمیمیت بین بازیگران ایرانی و ترکی بود. خصوصا حامد کمیلی و ایلهان شن و ارکان پتکایا با بغل کردنها و خندیدنهای مکررشون معلوم بود که طی پروسه فیلمبرداری حسابی با هم رفیق شدن. البته جای دو بازیگر مطرح دیگه تو این جشن خالی بود. علی شادمان و مهرداد صدیقیان به دلایل نامعلومی تو این مراسم حضور نداشتن. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. به نظر من که سریال جذابی قرار از آب در بیاد. باید منتظر باشیم و ببینیم. البته تبریک میگیم به تمامی عوامل به خاطر ساخت این سریال بین المللی. متشکرم از همراهی شما. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید که خیلی ارزشمنده. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.